پرچم و علمت سلام، به نوحه و به دمت سلام. در یکی دو سال اخیر با وجود این ویروس منحوس کرونا هم به لطف الهی، چرا که هر روز تقریبا و در ایام مختلف نیروی انتظامی در برقراری حفظ نظم و امنیت از مرز تا مرکز شهدایی رو تقدیم انقلاب میکنه، فضای نیروی انتظامی فضای عاشورایی است. همه عزیزان در سراسر کشور تمام تلاششون برای این است که بتونیم فرهنگ و نهضت عاشورایی در کشور مساری جاری بکنیم. اینکه همدردی بکنیم، اینکه همراهی بکنیم، اینکه متوجه بشیم که چی گذشته به امام حسین و خانواده‌اش، یارانش، اینکه خیلی مهمه. اینکه این مراسم وقتی برگزار بشه، این مراسم زنده نگه می‌داره این یاد امام حسین و عاشورا. روزه احرام عشق به اذن مادر سادان، مشکی می پوشم یا این که میگویم مخاطب خاصی ندارد، منحصر به شیعه نیست. قیام عاشورا که شیعیان بگوین عاشورا مربوط به ماست، نه، شما نزدیکترید به حسین ابن علی، ولی عاشورا به شما مربوط نیستن. وقتی تنت پاره پاره شد هنوز نفس داشتی. در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی این مراسم به صورت با شکوه و با رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی برگزار میشه و هر صبح در یک مکان باز این عزاداری ها انجام میشه و همکاران ما شرکت میکنن با عشق و علاقه و با اون رعایتی که خدمت شما عرض کردم. این هم خب فرصتیه برای همه ما عاشقان ولایت، عاشقان امامت که در این ما بتونیم دین خودمون رو ادا کنیم، ولی بایستی توجه داشته باشیم در کنار این وظیفه شرعی و وظیفه مذهبی و دینی داریم، مواظب بحران کرونا هم باشیم. شاخ جمشاد شیر بنی هاشم، به حال من رحمی، یبن الحسن قاسم، 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 یبن الحسن قاسم.